بیا بریم به دهه 90 میلادی. اون موقع یه مرورگر اینترنتی به اسم موزاییک باعث شد اینترنت وارد زندگی همه بشه. بعد از اون در عرض چند سال میلیاردها دلار سرمایه ریخته شد تو صدها شرکت که دنیای امروزمون رو تشکیل دادن. ولی اون دهه با یه پایان تلخ تموم شد. چیزی که به اسم حباب داتکام میشناسیمش. حالا 30 سال گذشته و یه اتفاق مشابه دیگه داره میفته که از خیلی جهات شبیه به دهه 90. GPT-4 is here and It's literally writing me the entire song. Let's see what this song sounds like. wow, it's so smart. How about we talk about recent advancements in artificial intelligence? Absolutely. Artificial intelligence is indeed a fascinating topic. چت جی پی تی اومد و همه چی رو عوض کرد. تا همین 4-5 سال قبل هوش مصنوعی بیشتر یه ایده تئوری بود. چیزی که فقط تو دانشگاه و بین دانشمندا جریان داشت. اما وقتی چت جی پی تی منتشر شد، یه دفعه افتاد تو دست مردم. هممون شروع کردیم به استفاده و تازه اون موقع بود که فهمیدیم چه قدرتی پشت این تکنولوژیه. این اتفاق یه مسیر تازه ساخت. مسیری که شبیهش رو قبلا هم دیده بودیم. شباهت بین اینترنت اون سالها و هوش مصنوعی امروز اتفاقی نیست. هر دو زمانی اوج گرفتن که از دست متخصصا خارج شدن و رسیدن به ما مردم و همه چیز با سرعت خیلی عجیب و غریبی شروع به تغییر کرد. شباهت‌های بین این دو برهه زمانی انقدر زیادن که به نظرمون فهمیدن این شباهت‌ها میتونه یک کلید باشه برای تشخیص آینده این مسیر. آیا داریم به سمت یه حباب داتکام دیگه میریم؟ نکته مهم این دو لحظه تاریخی این بود که این تکنولوژی‌ها رو در اختیار میلیون‌ها نفر گذاشتن. مثلا درباره اینترنت باید بگیم نقطه شروع واقعی تکنولوژیش به سرن برمیگرده. همون مؤسسه معروف اروپایی که شتاب دهنده ذرات رو داره. اونجا جایی بود که مفهوم وب و اینترنت جهانی شکل گرفت. اوایلش اینترنت بیشتر براشون یه پروژه جانبی بود. یه راه ساده برای اینکه دانشمندا بتونن راحت‌تر توی محیط‌های مخصوص خودشون با هم حرف بزنن. Passes through every conceivable point in every conceivable universe almost simultaneously. البته که پشت صحنه این پروژه ساده سالها تحقیق در مورد پروتکل و فناوری‌هایی بود که کامپیوترها بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. That's ridiculous. I'm not going to be beaten by a website. حالا اگه تو دهه 90 یه آدم معمولی میشینید که اینترنت چیه، احتمالاً نمیفهمید دقیقاً داریم از چی صحبت می‌کنیم و تصویری از اینترنت دنیای امروزمون نداشت. ولی یه عده بودن که اون موقع به این اتفاق توجه کردن و از همون زمان شروع کردن به ساختن اولین وبسایت‌ها، اولین ابزارهای تحت وب. تو دنیای هوش مصنوعی هم ماجرا از یه جرقه شروع شد. نه اینکه قبلش چیزی نبوده باشه. اتفاقا سالها پژوهش و مقاله و الگوریتم وجود داشته. ولی درست مثل اینترنت یه لحظه خیلی خاص وجود داشت. اگر بخوایم اون لحظه رو تو تاریخ مشخص کنیم، احتمالاً اسمش میشه الکس نت. مدل الکس نت بازی رو عوض کرد. نشون داد که میتونیم یه جور دیگه به ساخت نرم افزارا فکر کنیم. یه عده حتی بهش میگن نسخه دوم نرم افزارا. یعنی از یه جایی به بعد دیگه لازم نبود همه چیز رو مرحله به مرحله به نرم افزار بگیم. فقط دیتا میدادیم و میذاشتیم شبکه عصبی خودش یاد بگیره که چی کار باید بکنه. این داستان از یه مسابقه به اسم ایمیج نت تو سال 2010 شروع شد. هدف مسابقه این بود که شرکت کننده ها الگوریتم هایی بسازن که بتونن از روی عکس تشخیص بدن چی توشه. هر سال مدل هایی که کمترین خطا رو داشتن برنده میشدن. not hot dog. Wait, what the fuck? سال 2012 یه تیم با مدل الکس نت اومد و با اختلاف از همه برد. اونا روش کارشون خیلی متفاوت بود. برای اولین بار به جای استفاده از CPU های معمولی از کارت گرافیک یا همون GPU برای آموزش مدلاشون استفاده کردن. جالبیش اینجاست اون تیم فقط با 2 تا کارت گرافیک GTX 580 کارت گرافیکای قدیمی تونست مدلش رو اجرا کنه، در حالی که بقیه هنوز به سرورهای بزرگ و دیتا سنترهای گرون نیاز داشتن. و درست از همینجا بود که یه شرکتی مثل انویدیا که اون موقع قیمت سهامش کمتر از $1 بود شروع کرد به رشد دیوانه‌وار. همین مقاله الکس نت محرک اصلی رشد انویدیا شد که در نهایت ارزشش الان دیگه سر به فلک کشیده. بعد از اون پیروزی الکس نت، گوگل دست به کار شد و شرکت پشت الکس نت رو خرید. یکی از بنیانگذارای اون شرکت یه مدت اونجا موند ولی خیلی زود دلزده شد و رفت. بنیانگذار دومشون ولی با چند نفر دیگه از همون نسل تازه نفس و باهوش تصمیم گرفتن یه مسیر جدید رو شروع کنن. اونا همونایی بودن که شرکت اوپن ای آی رو درست کردن. اون زمان کسی نمیدونست این اسم قراره به یکی از مهمترین شرکت‌های تکنولوژیک تبدیل بشه. ولی واقعیت اینه که اوپن ای آی مثل یه آهنربا عمل کرد. شروع کرد به جذب
ترین ها از گوشه کنار دنیا. و جالبتر این که برعکس بقیه اون شرکت ها، اون اوایل هدفشون سودآوری نبود، حداقل رو کاغذ اینطوری بود. چه اینترنت چه الکس نت هر دوتاشون مثل یه جرقه بودن. بعدش صدها نفر از دانشمندا و مهندسا گرفته تا کارآفرینا اومدن و مسیرشون رو ادامه دادن. توی سالهای بعد میلیاردها دلار تو صنعت هوش مصنوعی سرمایه گذاری شد. فقط هم شرکت‌های میلیارد دلاری نبودن که این وسط خودی نشون میدادن. یه موج جدید از تیم‌های کوچیکم شکل گرفت که اومدن و این مدل‌ها رو برداشتن و شروع کردن به ساختن شرکت‌های جدید و راه حل‌های ساده برای مشکلات روزمره. یه مقایسه جالب بین اینترنت و هوش مصنوعی دقیقاً همین سرعت همه‌گیریشون بود. مرورگر موزاییک و بعدش نتاسکیپ تو دهه 90 میلادی در عرض 6 سال تونستن 100 میلیون نفر رو به اینترنت وصل کنن. دهه 90 اصلا کسی اینترنت نداشت مثل امروز. نه موبایلی بود، نه وای فای. اون موقع فقط 20% از خانواده‌ها کامپیوتر داشتن. باید کلی پول خرج می‌کردی تا بتونی یه کامپیوتر بخری. حالا از این طرف چت جی پی تی فقط تو 2 ماه به همون عدد 100 میلیون کاربر رسید. خود این رکورد تا قبلش دست تیک تاک بود که 9 ماه طول کشید تا به 100 میلیون کاربر برسه. اما شباهت داستان اینترنت و هوش مصنوعی فقط تو سرعت جذب کاربرشون نبود. چیز دیگه‌ای که بینشون شبیه موج طمعیه که ایجاد کرده. Stocks drove a powerful surge on Wall Street today. .com shot up today. We're on track. It looks like to hit $1 billion shares today. Yahoo, Amazon has really created a very strong brand. بیا یه نگاهی بندازیم به نمودار نزدک از وقتی موزاییک تو سال 1993 اومد تا وقتی نتاسکیپ تو سال 1995 رفت توی بورس. اون موقع برای اینکه شرکت بتونه وارد بورس و سهام بشه باید سودده می بود، ولی نتاسکیپ کلاً چند سال بیشتر عمر نداشت و هنوز سودده هم نشده بود. با این حال داشت آماده میشد برای عرضه عمومی. نتاسکیپ اول قرار بود سهامش رو با قیمت $14 عرضه کنه، ولی هیجان سرمایه‌گذارا اونقدر زیاد بود که لحظه آخر قیمت عرضه اولیه‌شون رو کردن $28 و این ریسکشون جواب داد. جالبه که تو همون روز اول معاملات هم قیمت سهامشون رسید به $58. یعنی شرکتی که هنوز سودی نساخته بود ارزشش شد تقریباً $3 میلیارد. واقعا فضای فیلم‌های هالیوودی بود. این شور و هیجان مردم اون زمان باعث شد که شرکت‌های فناوری و تک پشت سر هم وارد بازار بورس بشن و شاخص نزدک طی 3 سال از 1000 واحد رسید به 2000. یه عامل مهم این رشد ورود پولای جدید به بازار بود. اوایل دهه 90 یه قانونی وجود داشت که مردم امریکا میتونستن بخشی از درآمدشون رو بدون مالیات وارد بازار سهام کنن و این باعث شده بود نرخ مشارکت عمومی تو بازار سهام از 25% تو دهه 80 به بالای 50% تا اواخر دهه 90 برسه. یعنی نصف مردم مستقیم یا غیر مستقیم درگیر بازار سهام شده بودن. دیگه مهم نبود که شرکت‌ها دقیقاً چی دارن میفروشن یا چقدر سود دارن. همین که شرکت تک بود کافی بود. تقریبا در عرض 3 سال بیشتر از 20 تا شرکت عرضه عمومی شدن و اومدن توی بورس. همین شایعه‌ها و امیدهای عجیب و غریب به این شرکت‌ها خودشون شدن سوخت اصلی رشد بورس. اکثر این شرکت‌ها هم اصلا سودآور نبودن. حتی مدل کسب و کارشون هم دقیق مشخص نبود. ولی چون تک بودن و یا حتی صرفاً چون کلمه .com به اسمشون اضافه کرده بودن، یه دفعه ارزششون چند برابر میشد. حالا برگردیم به امروز. یه اتفاق شبیه همون روزا داره تکرار میشه. بازار بورس آمریکا دوباره با سرعت داره میره بالا. البته این سری یه فرق مهم هم وجود داره. اوایل دهه 90 اگه یه شرکت میخواست پول جذب کنه یه راه بیشتر نداشت، اونم این که وارد بورس بشه. گزینه دیگه‌ای که نبود. اما الان بیشتر سرمایه ها از سمت ویسی ها و سرمایه گذاری های خصوصی میاد. این یعنی بخش بزرگی از پولی که داره میره توی صنعت هوش مصنوعی توی بازارهای عمومی نیست. واسه همین دیگه مثل قبل مردم عادی نیستن که دارن مستقیم روی این استارتاپ های پر ریسک سرمایه گذاری میکنن. یکی دیگه از دلایل رشد بازار سهام هم اینه که شرکت‌های مثل انویدیا، گوگل، مایکروسافت، تسلا هر کدوم به یه شکل سوار این مد شدن و هوش مصنوعی خودش رو به شرکتشون اضافه کردن. رشدشون هم عجیب بود. مثلا شرکت تسلا با وعده رانندگی خودکار ماشینا حتی قبل از داستان‌های چت جی پی تی مسیر هوش مصنوعی رو شروع کرده بود. سهامش 85% رشد کرد. البته که دلیل رشدش چیزای دیگه هم میتونه باشه. همزمان گوگل هم سابقه خیلی طولانی تو توسعه دادن علم هوش مصنوعی داره و رشدش با تسلا تقریبا یه اندازه است.
اپل هم با اینکه محصول خاصی از AI نداده، سهامش حدود 65% رفته بالا. مایکروسافت هم 65% رفته بالا. اونا خودشون 49% سهام شرکت اوپن ای آی رو دارن. فیسبوک هم 615% سهامش رفته بالا. البته طبیعتاً یه بخش کمی از این رشد به خاطر هوش مصنوعیه. خود شرکت خیلی عالی عمل کرده توی این مدت. ولی ستاره این نمایش انویدیاه. همون شرکتی که رشدش با الکس نت جرقه خورده بود، حالا از زمان اومدن چت جی پی تی دوباره سهامش 835% رشد کرده. دیگه همه میدونستن اگه قرار مدل‌های هوش مصنوعی رو آموزش بدن، نیاز به کارت گرافیک دارن. اونم نه هر کارت گرافیکی، فقط انویدیا. این وسط یه چیزی که باید حواسمون بهش باشه، سال 1999 بازار بورس خیلی عجیب شد. فقط توی یه سال شاخص نزدک 2 برابر شد و از 2000 رسید به 4600. ولی ترسناکتر از خود این رشد دلیلش بود. کلی از شرکت‌ها میرفتن برای عرضه اولیه بدون اینکه حتی $1 درآمد داشته باشن، یعنی صرفا با اسم و هیجان .com و اینترنت میتونستن کلی پول بگیرن. اسم‌های مثل eToys, pet.com, theglobe.com همشون با وعده‌های بزرگ ولی بدون هیچ بیزنس مدل مشخصی میرفتن برای عرضه عمومی. حالا دوباره برگردیم به امروز. انگار بازم داریم این پترن رو میبینیم. الان یه شرکتی هست که فقط با یه لندینگ پیج خیلی خسته تونسته $1 میلیارد جذب سرمایه کنه. البته بخوایم منصف باشیم، بنیانگذاراش هم اسمای خیلی بزرگی دارن و توش مصنوعی خیلی معروفن. ولی خب بازم $1 میلیارد برای یه لندینگ پیج ساده، آیا همه اینا نشونه یه حباب دیگه است؟ یه اتفاقی شبیه به حباب .com؟ شاید. یه جمله معروف هست که میگه تاریخ خودش رو تکرار نمیکنه ولی با گذشته همقافی است. I think we are in a bubble, but I think bubbles have different shapes. There's a Mark Twain quote that history doesn't repeat itself, but it rhymes. It's like poetry, so if they rhyme, every stanza kind of rhymes with the فرق اساسی بین حباب .com و حباب احتمالی امروز بازار سهام تو اینه که اون موقع سرمایه اصلی از جیب مردم عادی می اومد. اونا حتی اگه نمیدونستن پشت اون شرکت‌های تکنولوژی چیه، بازم روشون سرمایه‌گذاری می‌کردن. اما الان داستان فرق میکنه. بیشتر این پولا داره از جیب وی‌سی‌ها و سرمایه‌گذار خصوصی میاد. کسایی که دنبال ریسکن، فقط به امید اینکه بتونن شرکت بزرگ بعدی رو زودتر از بقیه کشف کنن. ولی خب این به معنی عدم خطا نیست، چون در نهایت اگر این شرکت ها نتونن درآمد واقعی بسازن، ارزش بازارهای عمومی هم میریزه. حالا سوال اینه، این قمار هوش مصنوعی اگه جواب نده چی؟ اگر این $340 میلیارد که فقط همین کمپانی‌های بزرگ قراره تو سال 2025 خرج هوش مصنوعی بکنن، آخرش به نتیجه نرسه چی؟ اگه این همه هزینه فقط یه حباب باشه چی میشه؟ We're pleased to have all of you here with us today as we announce the merger to create the first global media and communications company of the internet century, AOL Time Warner. اگه از زاویه تاریخی نگاه کنیم، شاید بشه گفت که شور و شوق دوران حباب .com با همه افراطاش در نهایت بیرا هم نبود، چون اینترنت واقعا دنیا رو عوض کرد. آره، خیلی از شرکت‌ها نابود شدن، سرمایه‌گذارا ضرر کردن، ولی اون تکنولوژی اصلی یعنی خود اینترنت موند، رشد کرد و الان دیگه نمیتونیم دنیا رو حتی بدون اون تصور کنیم. درست مثل حباب .com که خیلی از شرکت‌ها سقوط کردن، ولی بعدش اینترنت اومد و دنیا رو تغییر داد. شاید الان هم همینطوری باشه. اون روزا شرکت‌ها به اسمشون .com اضافه می‌کردن، الان AI و هوش مصنوعی. شاید خیلی از استارتاپ ها به جایی نرسن، ولی اون تکنولوژی و زیرساختی که پشتشونه یا همون هوش مصنوعی و AI دیر یا زود مسیر خودش رو پیدا میکنه. این قسمتی که دیدی و از یکی از ویدیوهای جذاب کانال اسلاید بین الهام گرفتیم. حتما یه سر به کانالشون بزن، خیلی محتوای جذابی داره. اگه این ویدیو باعث شد یه چیزی ته ذهنت قلقلک داده بشه، حتما لایکش کن. اگه موضوعی هست توی ذهنت که برات جذاب و دوست داری راجبش تحقیق کنیم و برات محتواشو بسازیم، حتما توی کامنت ها برامون بنویس.